سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. یه تحلیل واسه این هفته داشته باشیم. قبل از هر چیز لطفاً سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، در اینستاگرام در گروه تلگرام همراه ما باشید. تحلیل هفته گذشته رو ببینید، تحلیل هفتگی رو ببینید، لایو تریدایی که براتون قرار میدیم رو ببینید، تمام تریدای ضبط شده که ما براتون قرار میدیم با تمام نکاتی است که ما خودمون قبل از ورود به معامله ازشون استفاده میکنیم. یعنی شما با دیدن این لایو ترید ها یا ترید های ضبط شده در واقع دارین بدون اینکه حالا پولی پرداخت کنین برای آموزش، یک آموزش رایگان و جامع رو دارید می‌بینید. تمام نکاتی که شما نیاز داشته باشید واسه یه معامله و اون چیزی که خودمون رعایت می‌کنیم رو در تریدامون میگیم. پس تریدها، تحلیل‌های هفتگی و ویدیوهایی که می‌ذاریم رو به هیچ وجه از دست ندید. خب بریم سراغ طلا. مثل همیشه از تایم ویکلی شروع می‌کنیم. همونجوری که می‌بینید در تایم ویکلی طلا 2 تا کندل کاور اینجا به نمایش گذاشته که میتونه نشان دهنده برگشت طلا به سمت پایین باشه. اما خب یه نکته ای هست که در تایم فریم ماهیانه ما هنوز چیزی برای برگشت نداریم و در تایم فریم ویکلی هم اگر این پترن بخواد کار بکنه، اولین گامش، یعنی بخواد حرکت بکنه طبق این پترن برگشت داشته باشه، اولین گامش قیمت 22.15 است که خب از قیمتی که الان طلا است تا قیمت 22.15 حدوداً 1200 پیپ دیگه باید نوسان بکنه که نوسان زیادیه و با توجه به روزهای باقی مونده این ماه اگر بخواد که طلا طبق این پترن ویکلی حرکت بکنه باید بیفته برای ماه آینده. این کندل فعال ماهیانه هم حدوداً 3 روز دیگه تمام میشه و خب 4 روز دیگه تمام میشه و خب منتظر کندل جدید میمونیم که اگه بتونه یک به یک تایم ویکلی رو بره و روی تایم ویکلی حرکت بکنه میتونه کندل کاور اینجا طلا بزنه و خیلی خوشگل حرکت بکنه به سمت پایین و روند خودش رو دور بده. اما فعلا با توجه به زمان حال این حرکت یک به یک یه خورده واسه این هفته حداقل برای طلا زیاده. پس اگر این هفته طلا نوسان نسبتا زیادی نداشته باشه یا اینکه مثلا توی همین دامنه نوسان کندل قبل، یعنی در هفته قبل نوسان بکنه، با جای تعجب نیست. همونجوری که می‌بینید در تایم فریم ماهیانه طلا تونسته تقریبا 1700 پیپ نوسان کنه که خب فکر نمی کنم که این دامنه نوسان ماهیانش رو بخواد که افزایش بده. پس اگر افزایش دامنه نوسانی نداشته باشیم قیمت 22.15 هم برای این هفته نمیتونیم ببینیم، چون که این قیمت در ماه گذشته زده شده و برای رسیدن به این قیمت باید دامنه نوسانی این ماه افزایش پیدا کنه. خب این از مبحث مومنتوم ها، دامنه های نوسان. حالا ما در تحلیل هفتگی از تایم فریم ویکلی و ماهیانه و دیلی تایم فریم بزرگ استفاده می‌کنیم در حین معامله کردن که شما می‌خواید تایم فریم M5 M15 یا 1 دقیقه استفاده کنین هم باز همین تحلیل صدق میکنه. خب بریم سراغ نقطه مقابل و چارت USD. همونطور که می‌بینید شاخص دلار آمریکا روند نزولی خودش رو شکل داده. این دوتا کندل کاوری که ما هفته گذشته هم قرار دادیم با استاپ 106.66 تا 1 به 1 خودش اومده نزدیک 1 به 2 رفته و برگشت جزئی رو داشته. میتونه این روند نزولی ادامه پیدا کنه و تا مادامی که بخواد این روند نزولی ادامه پیدا کنه طلا هم میتونه اون بالا یا رنج بکنه یا دوباره سقف جدیدی رو بزنه. و اینم بگم که این پترن تا زمانی پابرجا است که طلا سقف تاریخی خودش رو دوباره جابجا نکنه، وگرنه دوباره همه چیز فیل میشه و از بین میره. خب اونس جهانی شاخص دلار آمریکا اگه بخواد به سمت بالا حرکت بکنه اولین مقاومتی که داره مقاومت 105 و اگر بخواد به سمت پایین حرکت بکنه اولین حمایت 104 که بین این دوتا میتونه این هفته نوسانی داشته باشه. بریم سراغ سایت فارکس فکتوری و ببینیم که چه اتفاقاتی برای این هفته داریم. همونطور که میبینی در
روز دوشنبه بانک آمریکا و بانک بریتانیا تعطیله و اصلا طبیعیه که نباید تریدی داشته باشه، نباید اصلا پای بازار باش. روز سه‌شنبه خبر CB یا اعتماد مصرف کنندگان رو نیم ساعت بعد از بازار نیویورک داریم، یعنی ساعت 17:30 به وقت تهرانه. و خب روز چهارشنبه که خبر خاصی باز نداریم، یه دونه شاخص تولیدات ریچموند رو داریم که اونم میشه بعد از بازار نیویورک که زیاد حالا با توجه به که چهارشنبه هم هست نمیتونه تاثیر بذاره. روز پنجشنبه که میتونه نقطه عطف بازار باشه یه GDP داریم، ببینم روز جون بله یه GDP داریم و یه دونه بیمه بیکاری که میتونن دوتاشون نوسان خوبی رو داشته باشن. یه پندینگ سلز هم داریم ماهیانه است که نیم ساعت بعد از بازار نیویورک میاد. پس تا اینجای کار روزهای دوشنبه که تعطیل، روز سه‌شنبه هم که خبر خاصی نداریم، روز چهارشنبه هم فعلا میذاریم کنار. روز پنجشنبه میتونه مهمترین روز هفته تا اینجای کار باشه. اما یه نگاه به روز جمعه بندازیم. همونجوری که میبینید روز جمعه یه حالا کور PCE داریم که میتونه خیلی خیلی مهم باشه. مهمترین خبر هفته میتونه باشه که ساعت 4 بعد از ظهر منتشر میشه. پس آخر هفته روز جمعه میتونه مهمترین روز هفته باشه. بعد از اون میتونه روز پنجشنبه باشه. پس پنجشنبه جمعه این هفته میتونن روزهای مهمی برای بازارهای مالی باشه. پس عمده نوسان رو میتونیم در روز جمعه و پنجشنبه ببینیم. حالا با این تحلیلی که روی اخبار این هفته داشتیم و مومنتوم حرکتی رو دیدیم، میتونیم حالا به این نتیجه برسیم که اگر که در روز جمعه یا قبل از خبر PCE ما مثلا طلا رو توی سقف هفتگی خودش دیدیم، با توجه به این حرکتی که انجام داده بتونیم سلر باشیم، با توجه به پر شدن مومنتوم هفتگی و همچنین الگوهای برگشتی که داشته باشیم، میتونیم که اگه که حرکت کرده باشه مثلا توی سقف هفته باشه سلر باشیم و بتونیم معامله خوبی ازش بگیریم. پس این میتونه نکته‌ای باشه برای انجام معاملات در هفته، مشخص کردن روز پرنوسان و برنامه‌ریزی برای اون. بریم سراغ جفت ارزها. جفت ارز پوند شروع میکنیم. جفت ارزی که فعلا روند سودی، یک کندل کاور اینجا داره که خب تا زمانی که این سقف رو نزده پتانسیل برگشت هم داره، اما روند پوند در تایم فریم بلند مدت سعودیه و میتونه به سمت بالا حرکت بکنه. اگر بخواد به سمت پایین حرکت بکنه، اولین حمایتی که داره 1.26700 است. بریم سراغ سراغ جفت ارز USD/CHF. همونطور که می‌بینید در تایم فریم دیلی حرکت سعودی رو داره کلا، اما اینجا یک پترنی رو شکل داده با این کندلی که اینجا زده و این برگشتی شکل گرفته. اینجا هم این کندل کاور نکرده. پس اگر هر گونه اتفاقی ضعفی از بایرها باشه و سمت پایین بیاد طبیعیه، اما مقاومتی که داره مقاومت 92 صدم هست و حمایتی که داره حمایت 9 دهم برای جفت ارز فرانک به دلار آمریکاست. بریم نقطه مقابل و یورو USD رو ببینیم که چقدر خوب حرکت کرده و چه کندل کاوری در تایم فریم دیلی برای ما گذاشته که میتونه نشون دهنده ادامه این حرکت سعودی باشه. اولین گامی که یورو USD میخواد بتونه انجام بده 1.8 هست و یا 89,000 هست و تا زمانی که استاپ یا قیمت 1.8 رو به سمت پایین نشکنید، یعنی این ناحیه که در تایم فریم دیلی دارید میبینید، اگه اینو بشکنه که حمایتش هست و میتونه دیگه به سمت پایین حرکت بکنه و دوباره منتظر پترن برگشتی باشیم که حرکت کنه به سمت بالا. یورو USD هم خیلی رابطه عالی کننگی با USD/CHF داره، مثلا توی تایم نیویورک. بریم سراغ USD بگیم که روند سعودی و خیلی سعودی وحشتناکی داره، یا اینکه بهتر بگیم تضعیف ین ژاپن در برابر دلار آمریکا که میتونه با سقف
هفته‌های گذشته خودش رو جابجا بکنه. سقفی که روی قیمت 160.48 هست که بتونه جابجا کنه و باز به سمت بالا حرکت بکنه. اما در تایم فریم ویکلی کندل کاور ببینید اینجا داره که باز میتونه اینجاها برای سلرها معامله تخفیف خورده باشه با استاپ این سقف همون 160.48 و به سمت اگه اون قیمت زده بشه دیگه میتونه به سمت بالا حرکت کنه و باز روند صعودیش ادامه پیدا کنه. اما الان با توجه به اینکه دلار هم میتونه نزولی باشه، هر ضعفی که اینجا نشون داده بشه روی جوفرد USD به ین برای بایرها میتونه کاملا توجیه پذیر باشه. بریم سراغ جوفرد آخر USD CAD که همونجوری که میبینید در تایم فریم دیلی کندل کاور اینجا داشته که ببینید چقدر خوب این کندل کار خودش رو انجام داده، به سمت پایین حرکت کرده تا یک بدوی خودش هم رفته و فعلا از این پایین ببینید خیلی شبیه به شاخص دلار آمریکاست. پس از این پایین فعلا چیز خاصی نداریم بجز این کندل کاور نشده و این کاور که اینم یک به یک خودش رو رفته. پس اولین حمایتی که داره حمایت 1.36 و مقاومت اولش هم مقاومت 1.3764 که اگه بشکنه این مقاومت رو میتونه باز سقف 1.38 هم بشکنه و به سمت بالا حرکت بکنه، اما پتانسیل نزولی شدن رو هم بیشتر داره تقریبا که بتونه این حمایت 1.36 رو بشکنه و به سمت پایین حرکت کنه با توجه به روند نزولی که دلار آمریکا بتونه داشته باشه. اما اگر طلا بخواد طبق این پترنی که اینجا قرار گرفته شده حرکت بکنه به سمت پایین میتونه تمام معادلات رو به هم بزنه. خب امیدوارم که موفق باشید و با ما همراه باشید در طول هفته در گروه تلگرام، حالا اینستاگرام و همچنین ویدیوهایی که در یوتیوب براتون قرار میدیم. همراه باشید، استفاده کنید، از تحلیل هفتگی استفاده کنید، برنامه‌ریزی داشته باشید برای روزهای هفتهتون، برای پنجشنبه جمعه این هفته و سعی کنید که با دقت و تمرکز بالا هفته رو شروع کنید و تمام دقت، ریزبینی و نظمی که دارید رو حفظ کنید، استراتژی که دارید رو حفظ کنید. این نکته بسیار بسیار مهمه که آدم باید شاید هر روز اینو به خودش بگه. مدیریت سرمایه‌تون رو حفظ کنید، روی استراتژی‌های خودتون بمونید، پافشاری کنید روی استراتژی‌های خودتون و ادامه بدید تا اینکه به اون نتیجه دلخواهتون برسید. امیدوارم که موفق باشید و هفته پرسودی رو داشته باشید.